در روزگاران کهن هر جا که آب بود و رود و دریا تمدن‌ها شکل می گرفت. جمعیت پیرامون آبها تشکیل می شد. کشاورزی و دامداری رواج پیدا می کرد و شهرها به وجود می آمدند. اما از قرن 19 که نفت وجود خیش را نمایاند، این ماده سیاه و بدبو جای آب را در شکل گیری شهرها گرفت و این نخستین علت به وجود آمدن آقاجاری شد. شهری که بیشترین ذخایر نفت را در دل خود جای داده و بیشترین سهم را در استخراج و تولید نفت به خود اختصاص داده است. و شوربختی آن که هیچگاه هم پای نفت توسعه‌ای در این شهر صورت نگرفت. نه تأسیساتی مربوط به نفت احداث شد و نه امکان کشاورزی و دام پروری در اینجا وجود داشت. شهری متکی بر نفت بدون هیچ صنعت خرد و کلان. و از همان ابتدا مشکلات آغاز شد. نگاهی به مکاتباتی که از سال 1345 بین مسئولین شهر و استان صورت گرفته است نشان می‌دهد که آقاجاری در زمینه‌های آب، برق، جاده، اشتغال، صنعت، کشاورزی و غیره دارای مشکلات عدیده‌ای بوده است و حتی در تاریخ 24 مهر 1345 یعنی 40 سال پیش طی صورت جلسه ای از استانداری می‌خواهند تا زمینه برگشت مردم منطقه را به شهرهای خیش فراهم کند و اکنون علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته است متاسفانه حکایت همچنان باقی است. این چهره دردناک و فرسوده آقاجاری است. چهره‌ای که چروک رنج‌هایش از پشت پرچین‌های سنگی به فردایی موهوم می‌نگرد. کودکانی که در آینه سیمای مادر مهربان و دردمند خود فردای تیره خود را می‌بینند. خانه‌هایی گلی، کوتاه و توسری خورده که ترک گرما ویرانی در اولین باران را به آنها بشارت می‌دهد. فقری که طعنه زنان نیشخند خود را در دلهای بی امید فرو می‌نشاند. اینجا همه چیز خبر از فرو ریختن می‌دهد، حتی این سقف چوبی. اما خاتون این شهر غم گرفته چشم به راه کدامین سوار است؟ کودکان رنگ پریده این شهر طلایی در انتظار کدامین دست کاوشگر معجزه را که نه، توجهی را تمنای چشمان کم فروغ خیش کردند. میخوای حرفی بزنی یه چیزی بگی؟